ساعت 2 بامداد یکشنبه شب 22 آبان ماه برای سومین بار چند نفر ناشناس به چادر مهاجران سیاسی اعتصاب کننده در شهر استکهلم سوئد حمله کرده و چادر و امکانات آنها را به هم زدند. بر اساس گفته‌های یکی از اعتصاب کنندگان، گزارش هر سه بار این حملات را به اداره پلیس این کشور دادند، اما هیچ اقدامی در قبال این مسئله از سوی پلیس صورت نگرفته و همین امر موجبات نگرانی این مهاجران را فراهم آورده است. قابل ذکر است که این مهاجران از اعضا و هواداران احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان و از پیشمرگان سابق این احزاب بوده که در مرکز شهر استکهلم پایتخت کشور سوئد برای ابراز نارضایتی در خصوص تصمیم اداری امور پناهندگان مبنی بر ترک کشور سوئد و احتمال تحویل آنها به ایران به مدت 2 ماه است که دست به اعتصاب زدند. با آرزوی اوقاتی خوش برای همه شما بینندگان عزیز، در پناه حق باشید.